سلام دوستان برنامه نویس من. به قسمت بعدی دوره تمرین کد بزن خوش اومدید. آقا تو این دوره چه تمرینی میخوایم حل کنیم؟ یا راست بریم سر اصل مطلب. تمرین این دوره ما مساحت مستطیل هست. کار اول یک دور صورت سوالو میخونم که بدونم ورودی یا ورودیام چیه، پردازش یا پردازشام چیه، خروجی یا خروجیام چیه. مساحت مثلث. برنامه‌ای بنویسید که قاعده و ارتفاع مثلث را دریافت کند و مساحت آن را محاسبه کند. دوستان تمارین ما ساده هست، قبول دارم. کم کم سخت شه دیگه. خب این سفیدی موهایی دارید درمانش اینجا هست اگه میخواهید. خب من یک دور صورت سوال رو خوندم. کاری که انجام میدم اینو میارم این گوشه، یه فولدری که میخوام تو وی اس کد باز کنم میگیرم، درگ اند دراپ میکنم رو وی اس کد، صبر میکنم وی اس کد باز شه، خودش مرتب آقا رفت یه گوشه، نیو فایل روش میزنم. این دفعه تی 2 شدیم دات عضو میخوام تی 2 دات پی وای اینتر. خب حالا چیکار میکنم؟ حالا صورت سوالو قسمت قسمت میخونم و کدشو میزنم، یعنی زبان برنامه نویسی پایتونشو میارم تو ذهنم. دوستان این کاری که ما انجام میدیم دقیقاً الگوریتم و فلوچارت و اون چیزهایی که بهتون میگن قبل از برنامه نویسی یاد بگیرید، اون الگوریتم فلوچارت همینه. قسمت قسمت سوالو بخون، کدشو بزن، تموم شد و رفت. هرچند من یک دوره الگوریتم فلوچارت قرار میدم توی این یوتیوبم، ریتم و فلوچارت. خب حالا برنامه‌ای بنویسید که که میشه خود پایتون. یعنی آقا پایتون کد بزنید، حرفش چینه؟ قاعده و ارتفاع مثلث را دریافت کند. دوست عزیز به دریافت کند رسیدیم، از کاربر بگیرید رسیدیم، کاربر قرار دهد رسیدیم. یه لحظه قبل از که بخوام ادامه بدم لطفا ویدیو رو پاس کنید و سعی کنید این سوال خودتون حل کنید، بعدش ویدیو رو پلی کنید دو سوال رو هم حل کنیم. خب من فکر کنم شما سوال رو حل کردید، الان با هم دیگه حلش میکنیم. یه برنامه‌ای بنویسید که قاعده و ارتفاع مثلثی را دریافت کند. آفرین، به دریافت کند رسیدیم، به کاربر قرار دهد رسیدیم، از کاربر بخواهید یوزر وارد کند، کاربر قرار دهد. اینجور دیالوگ ها میشه اینپوت میاد بهت میگه که آقا اینپوت من چیزی که در از کاربر میگیری رو توی یک قسمت از حافظه لپتاپ قرارش بده، اسمش یه چیزی بذار. آقا محسن این که یک حافظه رو اشغال کنیم داخلش یه چیزی بذاریم، اسمش یه چیزی باشه، تعریف چیه؟ آی باریکلا، تعریف متغیر یا وریبله. خب میگه قاعده، من اسمشو میذارم همون قاعده، مساویه با اینپوت داره ولی من قبلش اینت میذارم. چرا؟ چون قاعده من، ارتفاع من، قبول داری عدده؟ حالا که عدد شد من یا اینت میتونم بذارم یا فلوت میتونم بذارم. خب من اینت میذارم، اینجا اینپوت میذارم چون میگه دریافت کند. اینجا راهنمایی قاعده 2 نقطه فاصله. آقا محسن بله، چرا بعد از 2 نقطه فاصله قرار میدهی؟ دوست عزیز پپ 8 زیبانویسی کد، میام خط پایینی، بعدیش میگه ارتفاع. من قاعده رو الان گرفتم، الان ارتفاع رسیدم، اسمشو ارتفاع میذارم، مساویه با اینت اینپوت. چرا اینت؟ دوست عزیز من باز ارتفاع من هم یک عدده. چرا اینپوت؟ دوست عزیز من دریافت کند اونجا دارم میبینم، اینجا ارتفاع 2 نقطه فاصله، میام پایین. دوست عزیز با این کار من تا اینجا صورت سوال رو حل کردم، قبول داری؟ بسیار خوب. برنامه نویسیدش که فلانش که هیچی، قاعده و ارتفاع مثلث را دریافت کندش هم که هیچی. حالا مساحت آن را محاسبه کند. آیواری کلا، رسیدیم به اصل برنامه نویسی، اصل کامپیوتر و لپتاپ و ماشین حساب و
هزاران کوفت و زهر مار دیگه. من ماشینم، ورودی میگیرم، پردازش میکنم به اون صورتی که تو میخوای، بهت خروجی میدم. برنامه سیتی خب ورودی هایی که داری به من میدی این ارتفاع و قاعدته. پردازشی که دارم انجام میدم این قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2. چرا؟ چون تو از من مساحت رو میخوای، طبق خواسته تو من این کار دارم انجام میدم. پس یک اسی تعریف میکنم مساویه با قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2. میبینی اینجا پرانتز قرار داده، بیا ما حالا قرار ندیم ببینیم چی میشه. خب دوست عزیز، این کاری که من انجام دادم تا اینجا عین کل صورت سوال بود، ولی حالا ما بین هم داریم سوال از من داریم میپرسیم. شما استاد ریاضی بنده، من یک شاگرد شما، بهتون میگم که قاعده من 2، ارتفاع من 1. مساحت من چی میشه؟ شما بر وای میسید منو نگاه میکنید. چرا؟ چون من اینجا ننوشتم که در خروجی نمایش دهد یا اینجا در خروجی نمایش دهد، ننوشتم. پس شما محاسبه میکنید، 2 رو به ضرب در 1 میکنید میشه 2، تقسیم بر 2 میکنید میشه 1. 1 تو ذهنتون هست، جواب 1 رو میدونید ولی 1 رو به من نمیگید. پس ما برای اینکه قشنگ تر بشه یک پرینت اسی هم داریم. حالا برای قشنگ تر شدنش اف استرینگش میکنیم که مساحت مثلث 2 نقطه آکولات اس، که قشنگ خروجی خوشگل مشکل ترتمیز به ما بده. خب این از این. حالا چه کاری انجام میدیم؟ اینو ران میگیریم، اینجا ران without debugging. ما حساب کردیم که اگر قاعده من 2 باشه ارتفاع 1 باشه، قاعده 2 ارتفاع 1 ضربش میشه 2 تقسیم بر 2 میشه 1. پس این هم توقع داریم 1 به ما بده، 1 داد. حالا یه دور دیگه رام میگیریم without debugging. قاعده 2 ارتفاع هم 2 تا 4 تقسیم بر 2 میشه. اینجا چی میشه؟ این چرا 2 داد؟ فکر سوال خوبیه. چرا متوقع 4 چی شد؟ 2 تا 4 تقسیم بر 2 توقع 2 داشتیم، این هم 2 داد. چرا؟ دوستان ما اولویت پرانتز ها رو یاد گرفتیم، اولویت عملیات های ریاضی رو یاد گرفتیم که اول توان، بعد پرانتز، بعد ضرب و تقسیم، بعد جمع و منها هستش. اینجا هم همونه. ما میخوایم ضربه اول انجام بشه بعد تقسیمه. از چپ به راست اول ضربه انجام میده بعد تقسیم انجام میده. فرقی نداره که من اینجا پرانتز بگذارم یا نگذارم، چون دیدیم طبق چه پرانتز گذاشتن چه پرانتز نگذاشتنش چه خروجی به ما میداد. پس حالا ما ولی پرانتز رو میذاریم. چرا ما پرانتز میذاریم؟ چون زیبا نویسی کد، چون پپ 8 به ما میگه که آقا اونجا پرانتز میخواهد. یه دور دیگه برنامه رو رام میگیرم، ران without debugging. قاعده من 3 ارتفاع من 2 قشنگ میگه مساحت مثلث ما میشه 3. خب دوست عزیز سوال ما حل شد. اگر از این ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم اون سابسکرایب رو بزنید یا لایک کنید و اون زنگوله بغلش رو بزنید. ولی حالا بریم سر وقت تحلیل و بررسی جوابهای دوستان. اینا که قاعده اشتراک داره اینجا اومده تابع تعریف کرده. اصلا تابع تعریف کردن واسه سوال 4 خطی خنده داره. گفته حساب کردنشه که طول و ارتفاع رو ضرب در قاعده میکنه تقسیم بر 2 میکنه. اینجا میاد ورودی میگیره، ترای اکسپت زده. توی آموزش پایتون من میتونید ترای اکسپت رو ببینید، من فرضم بر اینه که شما بلدید. ترای اکسپت اینجاش قشنگه واقعا. عذر پایتون، آموزش پایتون من یا هر استاد دیگه ای ترای اکسپتش قشنگه. بیس و هایتش رو دوست دارم، ایریاش رو دوست دارم.
این حساب کرده. خروجیش هم قشنگه. ایف نیم مساوی مینش هم قشنگه. واقعا خوشگل بود، ولی دوتا تابع میتونست تعریف نکنه. وریبل نیمشو اصلا دوست ندارم. فلوت کردم میتونست اینتیجر بذاره، هر طور خودش راحته. اینجاش خوشگل. ایکس و ایگرگ چیه این وسط؟ قاعده ارتفاع میگفت بهتر بود. اینجا اینا درسته. این دوست عزیزمون هم قاعده تابع تعریف کرده، تاشون کار رو انجام میده. اینجا یک کله توی یه خط این پوتا رو نوشته. هرکس قشنگه و دوست داشتم و که تابعش رو دوست نداشتم. ایکس و ایگرگ وریبل نیم مزخرف. اسپیس قبل و بعد مساویش رعایت نکرده، دوست ندارم. دوتا خط کسری گذاشته که اینجا مثل ما به فلوت بر نخوره، به اینتیجر بر بخوره. قشنگ بود کارش. و دوستان اینجا متغیر ایریای متغیر اسی که ما تعریف کردیم و تعریف نکرده، کار درستی انجام داده. ما با اشغال کردن بخشی از حافظه لپتاپمون مساحت رو ریختیم توش، اس گذاشتیم. یک، حجم داریم میخوریم. دو، داریم سرعت رو کم میکنیم. هرچند 1/1000 ثانیه کم میکنیم، ولی داریم کم میکنیم. هرچند 1/1000% حافظه میخوریم، ولی حافظه داریم میگیریم. اینجا اون بهتر از منه، ولی برنامه ما دوستان برنامه منطقی تریه. چرا؟ چون من اون اسم قرار نیست که اینجا فقط یه بار پرینت بشه، شاید قراره 1000 خط جلوتر یه جا دیگه پرینت بشه. برای این من اسم میذارم اینجا. وریبل نیم هاشو دوست دارم. فاصله قبل و بعد مساویشو نمیبینم، اصلا دوست ندارم. ایریا مساوی ایریاشو میتونه خروجیش میتونه به این شکل باشه. میتونه مثل ما اف استرینگ بزنه. این خروجیشو دوست داشتم. ضرب در نیم کرده اینجا دوستان. ضرب در نیم یعنی ضرب در 1/2. قبول داریم تقسیم بر 1/2. این حالا دو تا ضرب نمیشه، 3 تا رو تو هم ضرب کرده. منطقی تابس اصلا سمتش نمیرم، چون برنامه ما گفته، سوال ما برنامه‌ای بنویسید که نگفته تابعی بنویسید که. خودتون این سوال اینو بررسی کنید. اینجا نوشته قاعده ارتفاع مساحت مساویه و فلان. میتونست پرانتز بذاره نذاره. خروجیش میتونست خروجی قشنگتری باشد. خب دوستان واسه این سوال کافیه. هر سوالی هر چیزی هر سوالش جایی واسهتون مفهوم بود، خوشحال میشم توی قسمت کامنت ها برام کامنت بذارید. قطعا در اسرع وقت جوابگوی کامنت شما خواهم بود. تا تمرین و سوال بعدی، خدایا رو نگهدار.